سلام بچه‌ها. ببینید بچه‌ها، من یه نکته یادم رفت بهتون بگم. شما که دارین از این فیلتر شکنی که من بهتون معرفی کردم که دارین ازش استفاده میکنید برای این سایتی که من بهتون معرفی کردم درآمد دلاری. ببینید بچه‌ها، شما باید یه کاری تو این تنظیمات فیلتر شکن انجام بدین، وگرنه تو تنظیمات این فیلتر شکنی که من بهتون معرفی کردم، وگرنه اگر تنظیمات رو انجام ندین ممکنه این سایت ممکن که 90% به احتمال زیاد این سایت شما رو بلاک کنه، یعنی به اصطلاح بنتون کنه. چرا؟ چون ببینید شما باید بیاین اینجا، چون این تنظیمات این انجام ندین درست حسابی تو این سایت نمیتونید در چیز فعالیت کنیم. ببینید بچه الان من فیلترش کردم روشنه. بیاین این قسمت ستینگ رو بزنی. خب بعد تیک همه اینا رو که من الان تیکش رو برداشتم، تیک همه اینا رو خاموش کنین. نگاه کنید بچه، اینایی که روشنه رو همه رو خاموش کنین. این قبلا روشن بود، من تیکش رو برداشتم. به خصوص این اینو باید تیکش رو برداریم. بعد از اینکه تیکش رو برداشتین یه بار فیلتر شکن رو روشن خاموش کنین و یه بار از گوگل کروم خارج بشین و دوباره وارد بشین که درست حسابی تو این سایت بتونین کار کنین و بلاکتون نکنه. من هر سایتی رو که معرفی میکنم کسب درآمد دلاری، شما باید این کار رو با این فیلتر شکن انجام بدین، یا این فیلتر شکن یا هر فیلتر شکن دیگه که دارین استفاده میکنین مطمئن بشین که این تنظیماتش غیر فعال شده. بیان تو قسمت سکیوریتی، الان این تنظیماتش از اینجاست. اسمش هم که من قبلا این فیلتر شکن رو معرفی کردم و طریقه نصبش هم به بچه‌ها گفتم. خب پس هم حتما برید این کار رو انجام بدین، وگرنه نمیتونید درست حسابی تو این سایت فعالیت کنید و بیشتر کارا واسهتون باز نمیشه. پس